فیلم ابسولوشن داستان هیجان انگیز و احساسی مردی به نام روک دانتون با بازی لیام خودمون رو روایت میکنه. یک گنگستر بازنشسته که سالها پیش تصمیم گرفته از دنیای جنایت کناره‌گیری بکنه و زندگی خیلی آرومی رو داشته باشه. اما همونطور که ضرب المثل قدیمی میگه، گذشته همیشه به دنبالت میاد. روک در تلاش برای جبران گناهان گذشته‌اش و ارتباط دوباره با خانواده خودش که سالها پیش اونها رو از دست داده، اما آرامشون خیلی زود با ورود به دنیای تبهکاری دوباره نابود میشه. شروع فیلم با صحنه آروم و سنگین در یک کلیسا شروع میشه. روک در حال دعا کردنه و به نظر میرسه که اون در حال تلاش برای یافتن بخششه. اون زندگیش رو در انزوا و سکوت سپری میکنه و تنها هدفش دوری از هر چیزی که به گذشتش مربوط میشه. در این میون گذشته اون پر از جنایت، خیانت و تصمیمات خطرناک بوده، اما این آرامش خیلی زود به پایان میرسه. روک با خبرهای روبرو میشه که زندگی اون دوباره زیر رو میشه. پسرش شان که سالها پیش از اون فاصله گرفته، حالا درگیر یک گروه تبهکاری خطرناک شده. این گروه که توسط یک مرد بی‌رحم به نام ویکتور رهبری میشه، شان رو به دلیل بدهیاش تهدید به مرگ کرده. روک ابتدا سعی میکنه از این ماجرا دور بمونه. اون با خودش میگه که نباید دوباره وارد این دنیا بشم، اما وقتی متوجه میشه که جون پسرش در خطره، نمیتونه بی تفاوت باشه. خب بالاخره خیر سرش یه پدره. اون به آرومی تحقیق میکنه و سرنخ‌هایی درباره محل پسرش پیدا میکنه. در این میون اون با دخترش امیلی که یک پزشک بسیار موفق هم است تصمیم میگیره و امیلی که از گذشته پدرش خشمگینه، ابتدا از کمک کردن به اون امتناع میکنه. اون معتقده که شان به خاطر اشتباهات خودش به این وضعیت افتاده و روک نباید درگیر بشه، اما وقتی میبینه که خطر بسیار جدی داره تهدیدشون میکنه، تصمیم میگیره که به پدرش کمک کنه. روک با ورود دوباره به دنیای تبهکاری متوجه میشه که این دنیا نسبت به زمانی که در اون فعال بوده بسیار بی‌رحم‌تر و پیچیده‌تر شده. اون برای نجات پسرش باید با گروه ویکتور مواجه بشه. در این مسیر شاهد تعقیب و گریزهای هیجان انگیز، درگیری‌های پرتنش و برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه روک هستیم. یکی از صحنه‌های جذاب فیلم نفوذ روک به یکی از انبارهای مخفی گروه ویکتوره. اون که مهارت‌های قدیمیش رو به خوبی حفظ کرده، با چندین نفر از افراد ویکتور مبارزه میکنه. این صحنه به نورپردازی تاریک و موسیقی متن نفس‌گیر یکی از لحظات به یاد موندنی فیلم رو رقم میزنه. در حالی که روک تلاش میکنه شان رو از دست باند ویکتور نجات بده، ویکتور برای انتقام امیلی رو گروگان میگیره و این اتفاق روک رو در موقعیت بسیار عجیب و غریبی قرار میده که باید بین زندگی خودش و نجات فرزندانش یکی رو انتخاب بکنه. در صحنه پایانی که در یک انبار متروک اتفاق میفته، روک با ویکتور روبرو میشه و این نبرد یکی از نفسگیرترین لحظات این فیلم جذابه. مبارزه‌ای تن به تن با تنش بالا که نشون دهنده تمام مهارت‌ها و اراده روکه. روک موفق میشه ویکتور عوضی رو شکست بده و امیلی و شان که دوتا بچه‌های عزیزش هم هستن نجات بده، اما خودش به شدت زخمی میشه و جونش رو تو این راه از دست میده و در آخرین لحظات لبخندی آروم فرزندانش میزنه و از این دنیا میره. فیلم با صحنه احساسی از امیلی و شان که کنار قبر پدرشون ایستاده به پایان میرسه و امیلی حلقه‌ای که روک به دست داشته را در دست میگیره و میگه اون قهرمان ما بود حتی اگه این دنیا رو نمیدونست. این پایان حس عمیقی از رستگاری و عشق خانوادگی رو به بیننده منتقل میکنه و شان نشون میده که حتی در تاریک ترین لحظات هم میشه نور و امید رو توی وجود خودمون ببینیم. رفقا خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من و چنل بودین و قبل اینکه این ویدیو رو تمام بکنیم یکی دوتا نکته جذاب راجع به این فیلم میخوام بهتون بگم. لیام نیسون در این فیلم بار دیگه نقش قهرمانی فداکار و بیرحم رو بازی میکنه که به شدت به شخصیت قبلیش شباهت داره. مورد بعدی، فیلم با موسیقی های متن و صحنه‌های اکشن بی‌نظیر یک تجربه سینمایی هیجان انگیز رو برای شما خلق میکنه و پیام اصلی فیلم
درباره اهمیت خانواده و جبران اشتباهات گذشته‌شه بدون اینکه مستقیم اون رو بیان بکنه. رفقا خیلی متشکرم از اینکه این چنل رو انتخاب کردین و ممنون میشم که چنل رو ساب بکنید، یه کامنت خوب برای من بذارید و برام بنویسید که دوست دارید چه فیلم و چه سریالی و حتی چه انیمیشنی رو براتون خلاصه بکنم. و قبل اینکه این ویدیو تمام بشه 2 تا از فیلمایی که قبلا براتون خلاصه کردم رو اینجا میذارم و روی هر کدوم که دوست داشتی کلیک کن و ببین و حالشو ببر و طبق روال به هیچ کس اعتماد نکن.